پسرا میگم، به جوانا میگم، هر کسی که دوست دارن برین برش خواستگاری کنن. هر کسی که دوست دارن از این نه ترس داشته باشین، نه هراس داشته باشین و ملت را با این آشنایی بسازن که ملت با این آشنا شود. این بی غیرتی نیست، این بی همتی نیست. چرا جوانای ما امروز با وجودی که ازدواج میکنن به عفت نمیرسن؟ چرا امروز جوانهای ما ازدواج میکنن اما باز هم رابطه پنهانی با یک زن دیگه دارن؟ چرا که ما مطابق میلش نکرده میره. چرا فرار میکنه از خانه؟ چون که مطابق میلش نیست. شوهر یک مستبد است در خانواده. دین را به طریقه درست بفهمیم. من به این متیقن هستم که کسی را دوست داشته باشه، روابط نامشروع نداشته باشه، هیچ پروا نداره. روابط نامشروع نداشته باشه، برای خواستگاریش جستجو کنه که باید خواستگاری شود. اینی راه اسلام هست، اینی روش رسول الله هست. ما حتی خواستگاری رو بازی تو فکر میکنیم که خواستگار باید همیشه مرد باشه، در حالی که صحابه دختر خود